میدونین چرا رونالدو دیگه مثل قبل دریبل نمیزنه؟ خیلیا فکر میکنن دلیلش اینه که داره سنش میره بالا یا به خاطر مصدومیت زانوش سرعتش کم شده، اما دلیل اصلیش یه چیز دیگه است. وقتی رونالدو به منچستر یونایتد اومد، عاشق نمایش مهارت‌هاش بود، حرکاتی که خیلی از بازیکن‌ها حتی نمیتونستن تصورشو کنن. یه روز رونالدو داشت دریبلشو به پول اسکولز نشون میداد و بعد از اینکه نمایشش تموم شد، اسکولز بهش گفت فکر میکنی این یعنی تکنیک؟ پس نگاه کن تا ببینی تکنیک واقعی یعنی چی. بعد به یه درخت که تقریبا 50 متر اون طرفتر بود اشاره کرد و گفت من با یه ضربه اون درختو میزنم، و واقعا هم با همون ضربه اول توپ رو به درخت زد. اما رونالدو حدود 10 بار تلاش کرد اما حتی نتونست یه بارم درخت رو بزنه. اسکولز فقط لبخند زد و رفت، ولی به رونالدو یاد داد که توی فوتبال مهارت‌های نمایشی همه چیز نیستن.